خب سلام دوستان، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خب این اولین فیس کم منه که مدام دارم ریکورد میکنم. آموزش تبدیل یه ماشین معمولی رو به یک ماشین پلیس الان دارم براتون میذارم که چه کارهایی باید انجام بدیم. خب اول ما نیاز داریم به یک مدل ساده ماشین که از قبل ساخته شده، مثل اون سورن پلاسی که ساخته بودم. سورن پلاس. خب ما این اینجا اد کنیم. خب این که الان میبینیم بادی کیت داره. خب اول باید بادی کیتاش هست شه. این اصلا ساده شه، درسته؟ آره. این هست شه، این هست شه، این هم هست شه که اینم حذفش کنیم، اینم ماشین جون بدیم. عالی شد. خب ما الان اینو باید تبدیلش کنیم به ماشین پلیس. الان همه چیش آماده است، فقط بریم برچسبش هم دانلود کنیم. نیرو انتظامیه که برای اون یکی سمنده ساخته بودم، اون خیلی جالب بود. بذار برم ادش کنم. کجایی؟ خب این شاید بشه یک کاریش کرد. صافش کنم. برعکسه که بکشیمش پایین. خب یه ذره اینو بچرخونی، درسته؟ یکم بیا برو پایین. این خوبه ولی یا علی فکر کنم به خاطر اینه. نه بهتر شد. کم بچرخونم، بازم بهتر شد. اینجاشو بذار درست کنم. اینجاش باید درست باشه جاش. یه ذره بیا بالا همو چون خب ایناش هم باید درست کنیم. آره جالب شد. نداره که راهنما نداره بشم، دقت نکرده بودم. واقعا نداره. باشم درست کنیم. یا علی اون ریکارده. دونه انتخاب کنیم. متاسفانه خیلی طولانیه و ممکنه که تایم ویدیو هم زیاد شه، ولی بالاخره هر کس علاقه داشت میتونه نگاه کنه.
آموزش های ساده. خب ما اینو بیاریمش تو این سولاخی. درسته؟ اینم انتخاب بکنیم. بله، کوچیک کنیم، بیاریم اینجا. بله. این تهران بزرگش بد شد برامون. ببینم کار دیگه میشه کرد. نه ای بابا. آها، ابزار نایف بهترین واقعا. دکمه کی رو میزنین دوستان، ابزار نایف باز میشه. خب به همین صورت. به به. خب این که همینجوری هست بمونه. حالا اینجا رو اینجوری میکنیم و میاریمش اینجا. ای وای. وایسه بازم نایفش کنیم. اونایی که کال آف دیوتی موبایل پلیر هم میدونن. خب یه ذره بیا پایین. آها ای بابا، کوچیک شو. نه بلش کن، همین نایف کن، یا به قول گفتنی نایفش کنیم. بهتر شد. بذار دستگیرش رو هم سبز کن، جالب میشه. بذار امتحان کن جایی. جالب شد. نه سفید بهتره. اینجا هم درستش کنیم. انشالله که صاف. آره خب این که دیگه مهم نیستش که اینو دیگه، اینو اینجا چون انتخابشون کنیم دیگه. کار باید تمیز در بیاد. ریکورده. خب کوچیک میکنیم، اینجا میذاریم، برم انتخاب میکنیم. بله اینو چه میکنیم، اینجا میره. تمام. به چه دری شد. خب این هم که دیگه والا این نداره دیگه ها. کوچیک میکنیم میذاریم اینجا. اینم اینجاشم بذار. کوچیک میکنیم میذاریم اینجا. البته که بگاهی اینجاش باید سفید باشه. این چجوریه؟
بهتر شد، ولی این یکی عمو جون باید سبز باشه. درسته؟ نرم درست کنیم. سبز سبز. آره. خب اینجا چرا صاف نیست؟ اینا رو یه کوچولو آها بش، یعنی پشمام. عالی شد. بنازم پلیس جالب. یا علی یا علی. ولش کن، این کارو نکن. میان اینجا سلکت. خب این از این یکی رو انتخاب کنیم، کوچیک اینجا. حالا بعدا اینم الان می‌ریزم روش. اینا رو انتخاب میکنیم، هیچی نمونه. کوچیک سفید اینجا. بله. اوه درم برم شده یویاش. مال کجاشه؟ این هم باز انتخاب کنیم. اینا رو همین دیگه، کوچیک سفید. بله. خب این از این ور. نمیدونم، من حس میکنم کجه یا نه واقعا کجه. نمیدونم شدم واقعا کجه. بذار یه ذره بچرخیم. الان حس میکنم صاف شد. خب این ور رو انتخاب بکنیم. بله. کاش یه چیز بشه شبیه اون ور. برای اینکه الان طبق این ویویی که الان ما داریم بتونیم یووی ها رو مطابق بدیم با اون، دکمه یو رو میزنیم جا پروژکت فرام ویو. دقیقا این چیزی که ما اینجا داریم میبینیم اینجا میفته. الان مثلا اینجوری کنم، یو رو بزنم، اینو بزنم، اینجوری میشه. میبینین؟ خب طبق این چیزی که ما اینجا داریم اینو باید درست کنیم. اول این شکلی میکنم، بعد اینو میارم اینجا. پشمام. یه ذره حس میکنم باید کلوفت شه. برو جلو. یه ذره باید بیاد پایین فکر کنم. آره همین شد. درست. فکر کنم باید بچرخونمش. نمیدونم. لیست تهران بزرگ باشه. آره درست شد. البته این چند دقیقه داریم ویدیو میگیریم. اینجا شد میشه درست کرد. یه لحظه بذار بزنیم قبل. انتخاب بکنیم، کوچک کنیم، بیاریم این. نه بس بذار ایناش رو کنسل کنیم، فقط این عموجون باشه. کوچیک کنیم، این هم یه ذره بیاریم پایین.
لعنت، باید همه چیز دقیق باشه. خوب شد. اینجا بد شد، صاف نیست. میدونید چی میگم؟ مثلا اینجا رو مثلا یه ذره بیاریم. البته اینجوری هم میشه آقا، بلش کن. بهتر شد فکر کنم. اینم سفید کنیم. اینم یه ذره بیاریم بیرون. برای همین هست که میگم کار داره. ببینید صافش کنم. خب بد شد بابا، این یه ذره هست دیگه. علی پروین برو دیگه. آقا این یه ذره رو دیگه عمل حلالیت به طلبید، خیلی اذیت کننده است. خب کوچیک بیا برو ای بزن نایفش کنیم. یه ذره کوچولو. ای بابا نه لش کن. خب این درش هم درست کنیم. آقا این خیلی طولانیه، بذار اول چراغ پلیسی بندازیم روش. ایمپورت اوبیجی سارن پلاس هم نه، سامان کاپ. البته اسمش سایر نیست، باید کاپ لایت باشه، ولی خب میریم اینجا. خب یه دونه بیاد این بر. خب یه نقص فنی پیش اومد، مجبور شدم ویدیو رو کات کنم. حالا اشکال نداره. خب ما اینو میاریم اینجا، میاریم اینجا، جاشو دقیق درست کنیم. خب عالی شد. شیشه‌شو انتخاب کنیم، کات بزنیم. درسته. خب به جای این میتونم از متریال پینت استفاده کنم. برای گلاسش هم یه دونه گلاس کافیه دیگه. تمام. اینم پاک کنیم از اینجا. خب برای این میتونم از این استفاده. خب عالی شد. اینا یه تبا میزنین، چون که ممکنه که بازی نتونه اینو چیز کنه، رندر کنه. یه A Alt و J برای اینکه تعداد فیساش کمتر شه. الان اگر اینو با ماشین جوین کنیم میبینیم که
تعداد فیساش با کمتر باشه دیگه. البته این یکم زیاده، با کمترش کنیم چون که لیمیت داره از 21,000 به بالا دیگه چیز نمیشه، اجازه نمیده که مود نصب کنیم، حتما باید 21 به پایین باشه. خب الان ببینیم که دقیقا 21,000 خورده یه ذره بینش کنیم. 7,000 تا خیلی زیاده. 4 زنیم. چرا اینجوری شد؟ عالی. عاقبت حالا اشکال نداره، الان یویشو درست میکنیم، کار نداره. جای یا علی میریم جلو، یو رو میزنیم، یویشو درست کنیم. خب کوچیک میریم اینجا، یه ذره فکر کنم باید بچرخم. نه خب میدونی شبیه مربع نیست. الان فکر کنم یه ذره شبیه مستطیل شد، بریم یکم شبیه مربعش کنیم. اول برش دارم، بیارمش اینجا، یه ذره کوچکش کنیم. درسته. اینو اینجوری، اینو اینجوری. تمام. حال کردی؟ همینم برای این پشتم باید انجام بدیم. خاموش کنیم. خب یو این ور بزنیم، حواستون باشه. اینجا میاریم، کوچیک میکنیم، این ورم کوچیک، کف کردیم. خب اینم از این دیگه اینش درست شد. الان بذار یه ذره باید ماشین رو بهینه کنم، چون که اگر اینو با این جوین کنم الان کنم 4,000 تا بود. درسته 4,000 تا 21,000 تا شه، تقریبا 26 تا، چون که اگر دقت کنین 4,500 تا ایناست. اینا رو با هم دیگه که جوین کنیم میشه رو هم 25,700 تا که نباید بشه اگر اینو یه ذره کوچیک کنیم کیفیتش نیاد پایین. بس همین خوبه. اپلای. خب اینجا برای اینکه کیفیتتون کم نشه حتما باید بیاین اینجا، اینو بزنین، اینو بزنین. این خیلی خوبه. الان اگه دقت کنین ماشین کیفیتش زیاد پایین نیومده. البته این سایه است، اینو بردارم که اینو برداریم. درست. خب اینجاش هم فکر کنم باید درست کنم. نه برداریم یو ادیتینگ، اونو کلن خواهی سفیدش کنم. خب اینه یه اینجا، یه اینجا. عجیبه. بفرما. اینم درستش کنیم. یو. خب بچرخونیم، کوچیک کنیم. یه تهران بزرگه، مثل چی؟ کلانتری. اینو فعلا درست کنیم، اوکی میشه.
بزرگ یا کوچیک جابجاش کنیم. خب بهتر شد. به این نمیرسه ولی بازم دیگه بهتر از هیچی. آره خب ما الان ماشین پالیسمون رو تقریبا به اتمام رسوندیم. البته ایناش هم هست، اینا رو میذارم برای پارت بعدی. خب تا اینجا باشه ماشینمون. خب یادمون باشه که یه راننده پلیس هم باید روش بذاریم. این راننده همون پلیر معروفه دیگه، همه تو میشناسیم. خب این تا اینجا این شد. تا بریم ببینیم پارت بعدی چی کار بودیم. خیلی مرسی که تا اینجا همراه من بودین، ویدیو رو دیدین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیوی دیگه میبینیم تو. فعلا